بسم الله الرحمن الرحیم. قصه عشق شاه با کنیز. پادشاه برای شکار روانه صحرا شد. در راه با کنیزی زیباروی برخورد و در همان نگاه نخست دلباخته ای او شد. کنیز را به بهای غذا خرید و به قصر خویش آورد، اما دیر نپایید که کنیز سخت بیمار و رنجور گشت و پادشاه در اندوه جانسوز غرق شد. طبیبان بسیار به بالینش آوردند، اما معالجت و درمان سود نبخشید. هرچی کردند از علاج و از دوا، گشت رنج افزون و حاجت ناروا. آن کنیزک از مرض چون موی شد، چشم شاه از اشک خون چون جوی شد. پادشاه ناامید از معالجه طبیبان رو به سوی خدا آورد. فراوان اشک ریخت و دعا و نیایش بسیار کرد و از آن بخشایشگر مهربان شفای کنیز را طلب نمود. در این حال خواب او را در بود. در خواب پیر را دید. پیر او را مژده داد که دعایت به اجابت رسید. طبیب تیزهوش نزد تو آید و کنیز را درمان نماید. پادشاه بیدار شد و به صبرانه ورود طبیب معود را انتظار می کشید. چندین نگذشت که طبیب آمد و پادشاه خود به پیشواز وی شتافت. قصه را که طبیب باز گفت و او را بر بالین کنیز برد. طبیب پس از اندک معاینه دریافت که درد کنیز درد عشق است. از پادشاه خواست که خانه را خلوت کنند. چنین کردند و در خانه جز طبیب و بیمار کسی نماند. آنگاه نرم نرمک گفت شهری تو کجاست، که علاج اهل هر شهر جداست. و اندر آن شهر از قرابت کیستد، خویشی و پیوستگی با چیستد. دست بر نبضش نهاد و یک به یک، باز می پرسید از جوری فلک. طبیب دست بر نبض کنیز نهاده بود و از ستمهای روزگار می پرسید. طبیب به طریق داستان حال دوستانه کنیزک را جویا می شد و او آشکارا ماجراهای زندگانیش، خانه، اربابان و همشهریانش را به حکیم باز می گفت. حکیم به قصه های او گوش می داد و نبض او را می سنجید تا بداند از شنیدن نام چه کسی تپش نبض او شدت می یابد، تا آنکه به سمرقند رسید. نبض او بر حال خود بود بگزند، تا بپرسید از سمرقندی چوقند. نبض جست روی سرخ زرد شد، که سمرقندی زرگر فرد شد. چون زیرنج آن حکیم این راز یافت، اصل آن درد و بلا را باز یافت. گفت کوی او کدام است در گذر، او سری پل گفت و کوی غاطفر. طبیب دانست که کنیزک عاشق زرگر سمرقندی است. ماجرا را برای شاه باز گفت. شاه از طبیب راه درمان خواست. طبیب گفت به هر قیمت زرگر را نزد خود بیاور. شاه با فریب و صرف دینارهای فراوان سرانجام معشوقه کنیز را نزد خود آورد و او را زرگر مخصوصی خود کرد. پس از مدت طبیب از شاه خواست که کنیز را به عقد زرگر درآورد. شاه چنین کرد. کنیز که به وصال معشوقه رسیده بود به زودی بهبود یافت. آنگاه طبیب نیرنگ زد و زرگر را مسموم ساخت. زرگر بیمار و زرد چهره شد و زیبایی و تراوتی خویش را از دست بداد. کنیز کم کم به او به مهر گشت و آتش عشقش فرو خفت. و این حکایت عشقهای جسمانی و شهوانی است که به آب می آید و به باد می رود و هرگز پایدار نماند. عشقهای کس پی رنگ بود، عشق نبود عاقبت ننگ بود. با این چاره‌جویی طبیب کنیز درمان یافت و عشق زرگر از دلش بیرون شد و پادشاه به مقصد خود رسید و غم دل بیرون راند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.